به نام خداوند بخشنده و مهربان شروع میکنیم. خاله بخشش خاله جان همینجا قبرستان کدام طرفته؟ قبرستان حاضر راه میبروه. ها راه میبروه. خودش معلومه یا راه طرف دستی راست بولو. همین راه گلاونی که دور اومده. همونجا برایم بعد. یا ترانسفورماتورای کو یا استانوفکا. ها دیدم طرف. هم راست اما هم دستی راست. هم خیر راست میبروه. بعد. هم خیر راست خودش یا راه رفتگی این طرف مچته. هم خیر با طوری مچیده هم خیر رفتگی خودش معلومه. شاید من فهمیدم شما مادر عزیز و بعضیا گفتن بالا دای بعضیا گفتن پایان دای او هفته آمدم یک اوله گفتم نیفتم گفتن که شاید شما دونه یا همسایتون را برسه یک زنک یک شوهر فرزندشون در قبرستان زندگی میکردین یک مسافر و کمپیر و بچه‌شون یا اوچه یا بچه نگفتن؟ اوچه و بچه گفتن نمیدونم خیلی فهمیدم هوای ما باید بینیم یک معلومات گیریم یا چی بردنم در کار بده نه خانی ما رو گفته شما و اوچی مایا نه ماشاءالله خدا شما مادرتون در برکت این طرف نیست نی قبرستان نه تو چی نه اوه نه این هم شولی کله значит بالای مزاره هم طرف رفتن دیدن در ای خیلی خوب میگم بچه‌تون خانی فاروق شون بگی نشون فاروق شون وای فاروق چی میشه شما دادرتون میشه رقم تلفن دارن رقم تلفن شون نمیدونم خیلی هم جرای میایم ها اینا میبرویم اصلا افتاده ها بگه که خونی فاروق یا کجا دای خونی فاروق یا اصلا افتاده خیلی اصلا افتاده خیلی پویونه بوینه مالش میایم ان شاء الله فاروق ها فاروق یک چیز دیگه انیق یک نبیره بیمارم دارن یک نبیره معیوبم دارن وی وش مو رو گفته است مریم کنی انیق ای مریم مریم جون متیا گفته گشتین السلام علیکم خیر مریم جون خوب هستی حالت خوبه این گشته نمیتونه کن یک گشتن شب بینم یک طرفی ما بیا کم طرف میتونی گشته کنی ای ماشاءالله نه حاجت نیست پجان نمیدونم خونه تو السلام جا بیا جان نام تو چیه عبدالخلیل جا بیا نام مساله خب احمد کلام انا اشکال خب یا تا دیگه برای عریف آش شوته برای تو موت یک گفته گشتیم بالا پایان تو در اینجا شیشتی اینه میخونی ما هم خیلی این طرف ها من فهمیدم مادر عزیز من حیرانم که ویا چی با در قبرستان زندگی میکنن مگر یگان جای دیگر نداشتن نه خونه داشتن کودکش کسل شده چه قمی کسلای وزنی هم شکمدر چی خیشید که پول نیفتد برای فای بانک قرض کرده کو همون بچهش طبابت کرده دکترخانه برود که دیگه پول بانک کرده بوده نتونست با خونهش فروخت و پول بانک محکم کرد و هم مزار ده خونه کرد شیشت برای فرزند یعنی قرضشون محکم کرده مزار ده خونه کرده رفتم همین چیو دولت همجا سپرافتا گرفتن که خیلی قبرستان پیشینه یای مالی خیلی خونه کنه بشینه شرایط زندگیشون چه خیلی ده اوجا؟ خیلی بچه در رسیه بیچاره او چند کار میرن مادرتون کار میکنه؟ 65 ساله یای 65 ساله؟ قطعی زمان کار میرن چی کار میکنه؟ این اسمین بلوک نشان میرن پوبیلا میرن السلام بگو اکا جان ده سلام چه خیلی خوبی؟
داد توقید جانم. بابی ملوی. هی ماشاءالله ماشاءالله. بسیار خوب. نماز میخونی؟ هی قنده تازه. مادر عزیز شوهرتون نیست که برای نشونتی هم خونه مادر. شوهرتون ندیده گذاشته گیا؟ اینا دکابل 3 سال میشه. شما خودتون تنها زندگی میکنید اینجا؟ من قطعی هیچ جا کار رفتن نمیکنم. ایده تا مکتب خیلی میخونم. بعد در زندگی یا کی تعیین میکنه؟ هیچی نمی خلق همی پدر همی خلق رحمت کنه خدا. یک کسی از چیزم بتیه. هیچی دیگه. خلق تاجیک بهترین خلق در حق. همه خلق بهترینه. بیچاره میخوای ارزه تشکر برین میاره، کاسه روحانی میاره، درمان میاره. اینو میخوای. الله برکتی همه همسایه‌تونه. شما منبع درآمد نداره یعنی فرزندای نگاه میکنی خلاص. این اکوی خیلی با این کم طرح گرده میغلطه بیچاره بهوش میشه. و این خواب نمیکنم سری ایدار میکنه اینم حیرانم. این چه دایی حالت غلطید؟ این همی اوپر پریفته کردم 2017 ساله ای. 17 ساله میشه ماشاءالله. باید عربچه نخریده؟ چی میگن کالسکا؟ شرایط خریدن نیست. میخوای صبحی کالسکا شوی؟ نه. تا خونه مامی میخوام. قند تازه. بیشتر آوردن در کار بود. انا مادر عزیز این برای فرزند شما. مادر گفته بودن که شما 2 سال شد کوشش داره عربه به دست بیاره نتونسته به دست آورده. ای وای جانی ما کجا شد و من میشینم خرسان میشی. یا بچه گفته بود که این یارونه که علاج هست یک بار بینم من خرسندی اوای میخوام بینم بعد یک میبیارش گیره نکنه. آرام باش افراد خدا مهربانه به هر راه سبب میرسونه. زیخ نشه. مهربان خیرتون با درگاه لایش قبول کنم پروردگار. دولت در سرتونه که جنان. دولت در سرتونه که جنان. دولت به سر شما هم داده رکای عزیز. خداوند برکت یا عمر دراز صحتانه در بر مادرتون بیست خدمت کنه. مادر خدمت میکنه. شما یک بیاره جان ما اگر علاجش باشه. کالیاسکا دویشی مایرا. خوار یکش. آنه تو آوردی. ای آیتو. اما ها شی. بیا شی. رحمت. اوستا کم ترک بلندتر بردارشه. یا شبرم کششه. راسته بشونم کالچش. آنها. پاچه‌شون میتونه. خفوتر بشه. فوتو تگی دست بیمون. کنی چخه؟ معقول شید؟ زورای. انا کیسی سومری ها خدا خواه. این به کالسکا با فکر میگن جو حرکت هم کرده نمیتونیسه. اینمی لیمچه‌ها دیده همین میکشه میبره. همون لیمچه‌ها رو میمونیم بشینه. تمام. سلام علیکم. کجا و طرف با فکر راه نیست. راه درستو. کجا رفته شما؟ فروشی ها؟ اوه. بازار بردن راست کردن. قطعی گوسالش. بازار دادن فسوز نکردن ندادیم. ششریم کردن ما دیر ما نکشیدن. اینا ما خطر سال نگاه کردیم.
برادر گوش کو همجا بند گوتا این طرف میبندی این طرف میبندی مادام گو در کرای ما که وقت ندارم مال بازار رفتن و دیگر همجا من یادم قطعی صحبت میکنیم ان شاء الله مالش خداوند شما در دو دنیا روزی باشه. نام شما چی بود اپا؟ نام دلارم. اپای دلارم. روز سیگاب امروز ما خانه مادرتان رفتنی نبودیم. ما میدونستیم جای شما ما روز پیش شما اومدیم و با خانه مادرتان. من یک خط برم اپا جان. در نام شما بنده های خدا مکتوب فرستادم. من همه به شما میرسونم. بعدا به دعای شما میرم خدا خواهد. شده نظر کنید ایش در کور نیست حق شما مادر عزیز من میگم به خدا قسم من یک خط برم وظیفه من رساندن خلاص من یگان رول نمیبازم هم قدمی حیات سخت باین خداوند به هر روز سبب میرسانه دیده بر عوض صبرهای کردگیتون همین خیلیشلم همین دستر جای نمازم فرض خوندم نخوندم همیشه دیگه نمیفهمم ماشاءالله روزای شد نان نیفتم به خاطر همه اومدیم نزد شما خداوند به هر روز از این سبب میسنجه مادر عزیز با صبر باشه انشالله سنجش ایله خداوند مشکلاتون آسان کردونه غمگین نشوه انسانای خوب موجودن خدا با شکر هستن نفران دست بخیر که به خاطر خدا دستگیری کردن و آمودن مادر جان برای کار فعالیتتون یک چیز دیگه هست برای شما که در داخل خانه‌تون مردم قشلاق اصلا ایروی همین که زندگیشون رو میبرن این گوی گسالایی که میبینیم این علاقه سودا شده این برای شما مادر عزیز تشکیل میکنن با که نیست من مادر جان یک خط برم به خدا قسم هیچ که نیستم یا بنده که نه لیکن خداوند همه برای من سبب کرده که به همین واسطه ها برای بعضی بنده هاش سبب خرسندی شویم با شما اینه امتحان کرده که راه جنتتون آسان شود شما با صبر باشه خدا خواهد جنت برد میکنه شما جنت که رفته مادر عزیز ما ندیده حتما از ما یاد کنیم وایلش خدای مهربان جای هم ما جنت کنه آمین آمین هیچ کره به نصیب نکنه پروردگار آمین دیدی سوی بگو دیدی سوی بگو خواهرک من درارم بعد با اجازت شما میرم میریم هزار رحمت مادر عزیز هزار رحمت مادر جان آرزو داشتم که گاو برم آرزو داشتی؟ آرزو داشتی خداوند با آرزو رسونه دادر یکه با رحمت اکجان مکتوب نوبتی به سروهاش رسید. هم مادر هم فرزندان شاد شدند. بر سری بالین بیماران گذر. زان که هست این سنت خیر البشر. تا توانی تشنه را سیراب کن. در مجالس خدمتی اصحاب کن. بیمار در آرزوی شفا یافتن است. معیوب در آرزوی سالم بودن است. نابینا در آرزوی بینایی است. فقیر در آرزوی یک دهن نان است. اکثریت ما همه این نعمت ها را داریم، اما به جای شکر و قناعت ناشکری و شکایت میکنیم. اکثریت ما به قدر این نعمت ها نرسیده آنها را در راه های بد حیف میکنیم و تا آنی که جسم و جوان و سالممان پیر و کارناشایم نگردد دست نمیکشیم. خوش به حال کسانی که در ایام جوانی به قدر نعمتهای الهی رسیده آنها را در راههای خوب استفاده میکنند. خداوند صف چنین جوانان را زیاده گرداند.
پروردگار همه ما را از جمله شکر کنندگان گرداند و چنانی که مادر قید کردند هیچ کس را از جنت بی نصیب نگرداند. خداوند از ما و شما قبول گرداند. ما برای همدیگری. خداحافظ تا مکتوب دیگر.